دوستان عزیزم سلام. بعد از مدت‌ها که صحبت ویدئویی نداشتیم، امروز این ویدئو رو اختصاصاً برای جوانهایی ضبط میکنم و روی صحبتم با اون نسل جوانتری هست که اینها در حکم فرزندان نسل ما هستند و به طور مشخص جوانهایی که دل به شاهزاده رضا پهلوی و حکومت سلطنتی بستند. من اینجا اصلا نمیخوام وارد این بشم که حکومت سلطنتی به عنوان یک حکومت فردی خوب هست، بد هست. فکر میکنم جامعه ما با اون تجربه‌های تاریخی بسیار بسیار پرهزینه‌ای که داشته در این زمینه نیازی به ارزیابی نداره و حتی شعارهایی که داده میشه مثل رضا شاه روحت شاد و شعارهایی که در طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی داده میشه، به نظر من به این دلیل توسط این جامعه بسیار باهوش انتخاب میشه که میدونن بیشترین در واقع درد رو بر حکومت روحانیون در ایران وارد میکنه. وگرنه شاید در عمق جان هر ایرانی هم این شعور و این اشعار و این معرفت و این آگاهی هست که حکومت فردی است، از هر نوعی که باشد. از این که بگذریم، من فرض رو بر این میذارم که اصلاً حکومت سلطنتی یک حکومت خوب هست و اون چه که شاهزاده رضا پهلوی میگوید واقعاً به اون پایبند خواهد بود که من میام و رفراندوم برگزار میکنم، هر چی که مردم خواستن، هر حکومتی که خواستن. ما اصلا اینها رو فرض میکنیم که در واقع همش درست و راست هست. حرف من چیز دیگری است. دوستان عزیز، به عنوان یک خبرنگار و به عنوان کسی که روزانه تحلیل‌های همه طرف‌ها در امریکا، به ویژه در اسرائیل رو من میخونم، عمیق‌ترین تحلیلگران اسرائیلی که بسیار نزدیک به حلقه تصمیمگیر دولت و حاکمیت اسرائیل هست رو میخونم. میخوام به شما یک حقیقتی رو بگم، توجهتون رو به یک واقعیت جلب کنم. اگر جنگی بین امریکا و ایران در بگیره، یا بهتر بگیم اگر حمله ای از طرف امریکا به ایران صورت بگیره، اون جنگ ایالات متحده امریکا و ایران نخواهد بود. اون در حقیقت خودش، در واقعیت خودش، در هسته خودش جنگ اسرائیل هست که توسط امریکا اجرا می شود. دوستان عزیزم، این یک واقعیته. هدف اون جنگ هم دموکراسی برای ایران، آزادی برای ایران، آبادی برای ایران، خوبی برای ایران، پیشرفت برای ایران نیست به هیچ وجه. این یک نکته. نکته دوم، هرگز این رو با اطلاع از همه دیدگاه‌هایی که عرض کردم در اسرائیل و در امریکا به شما میگم، هرگز اسرائیل به کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی این امکان رو نخواهد داد که بیاد در ایران حکومت کنه، به دلایل بسیار زیاد، از جمله به دلیل اینکه شخصیت ایشون رو فاقد اون صلاحیت رهبری و حکومت میدونه. اون اگر جنگی اتفاق بیفته و اگر اون جنگ بتونه
رژیم جمهوری اسلامی رو هم از هم بپاشاند، مطمئن باشید که کسی مثل آقای سیسی مصر بیشتر شانس داره. اسرائیل کسی مثل اون رو نامزد حاکمیت میکنه. ضمن این که باید بدونیم که جنگ در ایران به این راحتی منجر به سقوط این حاکمیت نخواهد شد. حاکمیت جمهوری اسلامی یک حاکمیت سطحی نیست که بشه اون سطح رو شست و بعد حاکمیت سقوط کنه. اینجا ونزوئلا نیست. این حاکمیت بیشتر عمقی هست، در عمق جامعه مثل یک شبکه عمقی نفوذ داره. این رو همه تحلیلگرها در خود امریکا، در خاورمیانه، در اسرائیل، در اروپا این رو میدونن. اگه بخوایم تشبیه بکنیم، فرض کنیم که بگیم حکومت جمهوری اسلامی یک بیماری است در تن ایران، این بیماری یک بیماری پوستی نیست، بیشتر یک بیماری سلولیه. یه بیماری سلولی رو نمیشه به این آسانی درمان کرد. اگر درمانی وجود داشته باشه کار طبیبان حاذقی است، طبیبان خیراندیشی است، با تدبیری است که به تدریج این بدن رو به صلاح و اصلاح و سلامت میرسونن. این هست که من خواستم توجه بدم دوستان رو به این قضیه، چون تو فضای اجتماعی ایران من مستقیما حضور ندارم، ولی اون چرا که در خارج از ایران میبینم، جوانانی رو میبینم که بسیار بسیار امید بستند به این که در واقع اتفاقی بیفتد از جنس جنگ و حمله و بعد فردا مثلا کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی در کاخ نیاوران حضور داشته باشه و بعد همه چی به سرانجام برسه، آزادی تامین بشه، انتخابات آزاد، دموکراسی. میخوام به شما دوستان بگم که کمی بیشتر اندیشه کنید. کشور ما در موقعیت بسیار بسیار خطرناکی قرار گرفته، چه از حیث اعتراضات داخلی از طرف مردمی که کارد از استخوانشون هم عبور کرده و چه از حیث فشار خارجی، شرایط اقتصادی، و همه اینها بدون شک مسئولیتش به طور کامل بر دوش حکومتی است که از روز اول جز ستیز با مردم و ستیز با دنیا هیچ راهبرد دیگری رو نداشته. من سالهاست یک اصطلاحی رو به کار میبرم تحت عنوان ستیز به عنوان راهبرد، لجبازی با همه از پاشنه در خونه تا بیخ دنیا به عنوان راهبرد. خب این بادهایی که در این 46 سال کاشته شد حالا داره به طوفان میرسه. فقط دعا کنیم سرزمین ایران، کشور ایران از این طوفان یک پارچه بیرون بیاد. امروز همه کفتارهای دنیا که هیچ برای دموکراسی، حقوق بشر و به خصوص دموکراسی در خاورمیانه و ایران کمترین ارزشی قائل نیستند، دندانهای بسیار بسیار تیزشون رو تند کردن که پیکر ایران رو پاره پاره کنن. پس همه به فکر ایران باشیم و کمی بیشتر اندیشه کنیم. پاینده ایران و خداوند مردم ایران رو از همه آسیب‌ها در داخل و چه از خارج محفوظ بداره. خدا نگهدارتون.